سلام به همگی، چطورید؟ خوش اومدید به ویدیو محمدم و یکی دیگه ویدیو کانال منه. آقا توی این ویدیو اومدیم با سمهای جدید، سمهای بیشتر فراوان. آقا نمیخوام زیاد راجع به این چیزا حرف بزنم، ما سعی بریم سراغ ویدیو. ما دخترها به این مرحله رسیدیم دیگه، ما رو از چی میترسونید؟ نه غیر ممکنه. نگاه کرد، دیدید بچه داشت تلفن حرف میزد پشت دوستش دنده عوض میکرد. خیلی خطرناکه این کار. بابا نکنید این کار، باعث مرگ بقیه میشه. دیدی چه خطرناک؟ سلام استاد، خسته نباشید. ببخشید من این درس تو حذف اضافه برداشتم، برای همین من کلی چیزی اسمش کردم اون دانشجو داره اونجا ارائه میده، استاد منم. گم شو برو بیرون. حالا یکم صبر میکردی بعد از موفقیاتات حرفی زدی. لازم نبود انقدر با عجله بیای موفقیاتتو شرح بدی. این تیپ من، این لباس من، اینم مأمور. سرش تو گوشی خوش، اصلا به من کاری هم. هی بگین مأمورگیر میده گشت ارشاد. خب اون چه کارت کنه؟ اون راهنمای رانندگیه. بهت بگه برگرد پلاکتو بگیرم ببرتت پارکینگ، چه کارت کنه؟ اصلا با اون چه؟ او هیچ کاری نمیتونه بکنه، راهنما رانندگیه. خب مگه آدم تو 6 ماه میتونه تغییر کنه؟ شما تغییر نکردی، شما کونی شدی. لاتی و مرا معرفت از قم شروع میشه، تو قمم تموم میشه. اسم ژاپن و تگزاس بد در رفته، وگرنه قم خیلی خطرناکتره. خاصی از قم رد چی؟ سر پایین. تکرار میکنم، سر پایین. داداش سر پایین که اصلا شماری دیدم، اصلا سرم بالاست. تو که سرت پایینه همش. نه منظورم اون سر نی. فرض کن من بشاشم تو این لیوان. اگه من با عصبانیت بیام سمتت، دخترها هم سول پرستین هم آهن پرست. بهترین ادیت دنیا، بهترین سطل آشغال. دفعه جلوی مأمور پلیس رقصیدیم. اون چه کار کنه؟ اون نگهبانه، نگهبان ساختمونه، چه کارت کنه؟ بگم در گوشه بمون کجاست؟ کجا رفت؟ آقا دوستان دنبالش نگردین، تو شانس منه. کی گفته دختر رو با ادب هست؟ با ادب هست. دیدی چقدر بیادبه؟ بلد فاک نشون بده. خیلی بیادبی تو. بابا زشته، تو این کانال پسر هست، پسر این ویدیو رو میبینه. یکم خجالت بکش. تو فضای مجازی یکم پسر هست، خجالت بکشی. چه حرکتیه؟ بیادب. به وقتش که نباشی بود و نبودت فرق نمیکنه. اینی که دت باشه مشتی بفرست بره. به وقتش که نباشه بود و نبودت فرق نمی. چه اینطوری حرف میزنی؟ داداش دخترها دارن میان قربونشون برن. گود مورنینگ گرز، گود مورنینگ ماشاءالله به شما گرزا. گود مورنینگ لاولیا تانک یو سو ماچ. همون رفیقمه که میگه نه من حول نیستم. خب دقیقا همونه. حالا کاری به این چیزا ندارم، آبرو ایران آوردی، فارسی حرف نزن حداقل. دختر تا من هستم باید آروم بریم. رفتی که امشو پرستاری کن. داداش انقدر تون نرو، سلامتیت خطرناکه داداش. انقدر تون نرو، میزن علی یکی رو میکشی. بابا یکم آروم بگه، عیب نداره. رفت که رفت، زیاد انقدر تون نرو دیگه. چرا کات کردی؟ که خیلی خوب، چون تایپش عملی بود. بیشرف تو خود عملی، تو عملی تر از عملی، تو خیلی عملی. اصلا این در مقایسه با تو خیلی بهتره. تو سر تا پات عمله. به هم گفت تایپ من نیست. بذاری چند تا آروم آروم حرف بزنیم.
اول که چرا هیچ تغییری نکردی همونه. چطور این اخلاقت عوض شد؟ تنها چیزی که عوض شد حجم نت منه. بعد چیز دوم چرا رو پیرهن پوشیدی؟ مثلا و همون پیرهن ها رو هم پوشیده فقط رنگشو فرق داره. وقتی یه ها غافلگیر میسم دست بالا. میسم این چیه نگاه میکنی؟ میسم میکشم. نه تنها شما غافلگیر شدی و میسم هم غافلگیر شد، بلکه من و همه کسایی که این ویدیو رو میبینم غافلگیر شدیم. آقا میسم چه چیزایی یاقی نبین. اگه مهمون بیام خونتون گوشتم بشه چی میدی من بخورم؟ این چیه؟ خار مادر شباهت، خار مادر شباهت خودشه. میخوای اکست برگرد وقتی دختر رو بودی کسه بزن. یکم واسه پسر بودن زیادی لطیف نبوده احیانا. چرا پوست سفیده و داداش تو این پیشت اکس میخوای چه کار؟ همینو بگیر داداش، اکس رو بخوای چه کار کنی بهتره. خر نشی نمیخوای بدش من همینو بگی بکن.